چهار چیزایی که میگه شما دائم غمگینین، چهار چیزایی که میگه میگه لذت همین دنیا را نمیبره. یکم میگه همینه که انسان در تقدیر الهی راضی نباشد. یکم بر سرش بعضی چیزهایی که میآید راضی نمیشود. حالا که برادری عزیز، همین بلایی که به سرت میاد، مشکلاتی که به سرت میاد، اگر چی ما به چشم بد نگاه کنیم، به خدا میوه های بهترین دارد. یکم میوهش اینا من برای شما گویم. در روایت خواندم که میگه وقتی که بنده مبتلای بلا میشیده است، مشکلات میشیده است، الله مهربان میگه به سوی فرشتاش میگه که به خاطر آن مبتلاش کردم تا صدای او را، فریاد او را به سوی خودم گوش کنم. بذار فریاد کنه، بذار زاره کنه، تولد کنه تا از همین مشکلات ما آزاد شد.